لازانیا همه جوره خوشمزه است. یه بار این مدلی درست کنید فوق العاده میشه. البته کلی نکته و فوتوفن داره که همه رو بهتون میگم. اول پیازو داخل تابه بریزید تا آبش کشیده بشه. روغن اضافه کنید، سبک که شد به ترتیب سیر و گوشت و بعد ادویه ها رو اضافه کنید. خوب تفت بدید تا عطرش آزاد بشه. یه نکته مهم اینه که گوشت با حرارت بالا تفت بدید که تغییر رنگ بده. حالا رو به گوجه اضافه کنید. اینقدر حرارت بدید که رنگ روغن تغییر کنه. من فقط از قارچونم به مقدار زیاد استفاده میکنم و در آخر بهش آویشن یا اورگانو اضافه کنید. دلیل نرمی لازانیا سس بشامله. کره و آرد و تفت بدید، بعد هم شیر اضافه کنید، در آخر جوز هندی و فلفل سیاه بزنید و نکته مهم سس اینه که یک دست بشه و به این غلظت برسه. ورقه‌های لازانیا رو داخل آب جوش، نمک و روغن میذاریم 5-6 دقیقه بجوشه. نکته مهمش اینه که مخالف هم داخل آب جوش بندازید و نیاز به آب کش کردن هم نداره. آب جوش رو خالی کنید، روش آب سرد بریزید. اینجوری دیگه ورقه‌ها به هم نمیچسبن. بریم سراغ چیدمان. کف ظرف فرو سس بشامل میریزیم. ورقه‌های لازانیا رو کنار هم میچینیم و از مواد گوشتی و مجددا سس بشامل، مقدار خیلی کم پنیر پیتزا. این مقدار برای چسبندگی بین لایه‌هاست. یکی دیگه از نکته‌های مهم چیدمان لازانیا اینه که لایه‌های بعدی کاملا مخالف لایه قبلی میچینیم. پس نگران خورده ورقه‌های لازانیا نباشید و استفاده کنید. هر لایه به همین شکل تکرار میشه. لایه آخر حتما پرپنیر باشه. دما و زمان تو کپشن واسهتون می‌نویسم. نکته خیلی مهم اینه که وقتی لازانیا رو از فر در آوردید 10 دقیقه اجازه بدید از حرارت بیفته، بعد برش بزنید و مثل من عجله نکنید چون لایه‌ها از هم میپاشه.